بهلول رو دعوت کردن تو میدون روستا برای سخنرانی. بهلول گفت من 100 تا سکه میگیرم میام سخنرانی میکنم. خلاص مردم پول جمع کردن، 100 تا سکه رو جور کردن به این دادن و این اتفاقا یه سخنرانی خوبه به درد بخوری هم کرد. بعد که از منبر اومد پایین گفت بیاین پولاتون رو بگیرید. همه تعجب کردن چرا گرفتی که الان میخوای پس بدی؟ گفت آدمی که پول تو جیبش باشه خیلی قشنگ صحبت میکنه، شما هم که پول دادین خوب گوش میکنین. میدونی چیه؟ فرقی نمیکنه وقتت، محبتت، مالت، هیچ موقع ارزون روونه کسی نکن. یه قصابی که گوشت ارزون بده همه میگن یا گوشت اولاغه یا گوشت سگه. اینه که آدم ها قدر چیزای ارزون رو نمیدونم. اگرم زیاد براشون کار مجانی انجام بدی فکر میکنم وظیفته.